سلام. همونطور که تو برنامه قبل بهتون گفتم، ما توی این برنامه میخوایم حس رانندگی با ماشین‌های مختلف رو تو شب به شما منتقل کنیم. اما قبل از شروع این برنامه ازتون میخوام تو هر پلتفرمی که ما رو تماشا میکنید، یوتیوب یا آپارات، برید و ما رو سابسکرایب کنید. این که ما رو دنبال کنید به ما انرژی میده که کارهایی با کیفیت بهتر براتون درست بکنیم. من مهدی اسدی ام. اینجا وبسایت خبری پیشرانه است و ماشینی که امشب میخوام بهتون معرفی کنم KMC K7. های کرومی عمودی که شبیه یک کوسه‌ایه که داره دندوناشو به شما نشون میده. در نمای جانبی خیلی عریضه. یک خط برجسته هستش. این زیر. خب حالا میخوایم بهتون بگیم زیر KMC K7 چه خبره. همین اول خب موتور خودروه، یه ذره که میایم عقب‌تر گیربکس رو میبینیم، سیستم اگزوز و کاتالیست رو میبینیم. در طول مسیر سیستم اگزوز عایق‌های حرارتی کار شده. باز یه ذره که بیایم عقب‌تر، نمیدونم تا حالا کنیستر دیدید یا نه، کنیستر این شکلیه. بعد اینجا خب انتهای منبع اگزوزه، اینجا هم منبع سوخت ماشین رو میبینیم. این انتها دو تا پیچ هست که این پیچ ها برای تغییر زوایای کمبر و کستر طراحی شده.
شاسی K7 گفتم میخوایم تلاش کنیم حس رانندگی تو شب رو به شما منتقل کنیم. اصلی ترین بخش تنظیمات ماشین خب این مونیتوریه که شما اینجا میبینید. اگه من برم تو صفحه اصلیش، خب این گزینه اولشه که میتونیم موسیقی بذاریم، آهنگ بذاریم. این برای وصل کردن به تلفن همراهتونه که بتونید تلفن صحبت بکنید. من باش تلفن صحبت کردم، صداش خیلی خوب نبود ولی میشد کار را مینداخت، ولی خیلی با کیفیت نبود صدای میکروفونی که میگرفت. تنظیمات هستش که ویکل ستینگ اینجا. بعد اگر وارد بشیم خب همه بخشای مختلف ماشین رو میتونیم تنظیماتش رو ببینیم، از بالا تا پایین موارد مختلف هست. میتونیم بریم بخش عوض کنیم. خب این در مورد دوربین پانوراماشه و موارد دیگهش. باز پایین تر اگر بریم در مورد سویچینگشه. این آخری اینجا که باشیم میتونیم گرمکن صندلی رو روشن کنیم. گرمکن صندلی از اینجا روشن میشه. خب این مال راننده است، اون یکی هم مال شاگرده که حالا درجهش هم میشه کم و زیاد کرد. مثلا بذاریم 2، بذاریم 1 یا بذاریم آف که حالا من همه رو میذارم آف. اگه دوباره برگردیم عقب، اینجا هم برای تنظیماتشه که خب تنظیمات ساعت و تاریخ و ایناست که اینجا انجام میشه. مثلا اینجا تایم رو داریم، اینجا دیسپلی رو میتونیم تنظیم بکنیم، زبانش رو تغییر بدیم، اینترفیسش رو تغییر بدیم و یا روشنایی صفحه نمایش رو عوض کنیم. حالا اگه از اینجا بیایم بیرون، اینو یه دونه بدیم راست، جزئی شده اون قبلی است که دیدین. این مولتی مدیاست، این تلفنشه، ویکل ستینگشه، اینجا با ستینگ داره. این TPMSشه که میتونید میزان باد تایرها رو ببینیم اگه برگردیم. حالا اگر تو حافظه ماشین عکسی یا ویدیویی ریخته باشید میتونید اونجا ببینید. اینجا هم ایر کاندیشنشه. خب تو ایر کاندیشن خب اینا دواله، میتونید جداگانه هر کدوم یک از اینها رو تنظیمات خودش رو انجام بدین. باد مستقیم میزنه، اینجا باد به پایین میزنه، اینجا هم باد میزنه به شیشه. حالا اینجا هم میتونید درجه رو کم و زیاد کنید، میزان گرمی هوا رو کم و زیاد کنید. این برای راننده است، اون برای شاگرده. اینجا هم میزان پرتاب بادش رو تغییر میدین که الان مثلا من زیادش کردم، کمش میکنم. حالا همه اینا رو که دیدین تقریبا اینا از پایین هم قابل کنترله. ببینید اولی خب میزان گرمای هوا برای شاگرد رو تعیین میکنه. کنارش یه دونه دکمه هستش که برای گرم کنه شیشه عقب، گردش هواست، روشن خاموش کردن کولر، کم و زیاد کردن میزان پرتاب باد، خب دکمه اتو و بخارگیر شیشه جلو و اینجا هم باز میزان گرمی هوای برای راننده میتونید کم و زیاد بکنید. بریم سراغ این صفحه نمایش جلو. این صفحه نمایش که خب به نسبت بزرگه، در چند رنگ هم تغییر میکنه. ببینید مثلا اینجا من رنگش قرمز میکنم، رنگش آبی میکنم و بعدش هم رنگش الان دوباره زرد میکنم. خب در مورد فرمون بهتون توضیح بدم. فرمون دیکاته. این سمت راست دکمه کم و زیاد کردن ولوم رو داریم. یه دکمه عکس ستاره داریم اینجا که وقتی اینو میزنین چراغ‌های رنگ پشت آمپر رو تغییر میده. دو تا دکمه هست جداگانه، یکی برای جواب دادن به تلفن، یکی برای قطع کردن تلفن. تو سمت چپ هم دکمه تغییر ترک هست و تنظیمات کروز کنترل اینجاست و به اضافه دکمه سورس که شما میتونید سورس موسیقی که داره پخش میشه رو انتخاب کنید، بزنید رادیو، بزنید USB یا از روی بلوتوث. سمت راست فرمون خب برف پاکن هستش که چند حالت داره از کم تا زیاد. این بالاش هم اگر بچرخونین که برف پاکن سمت عقب میزنه. چراغا هم چراغ اتوماتیک داره که شما لازم نیست توی شب خودتون چراغا رو روشن کنید، خودش روشن خاموش میشه. و کنارش هم یه دونه دکمه داره که اینو به بالا بزنید که برمیگرده بعدش مه شکنتون روشن میشه. این پایین دست چپ زیر دریچه کولر
چند تا دکمه هست. اولیش که خب تنظیم آینه هست، بعدیش تنظیم ارتفاع نور هست، بعد تنظیم نور داخل هست، بعدش دکمه ASP رو داریم، دکمه کنترل سراشیبی رو داریم، سنسور پارک اونجا داریم، درب صندوق باز میشه و یه دونه هم بالا که عکس فرمون داره، این فرمون رو تنظیم میکنه که به صورت نرم باشه، متوسط باشه یا سفت باشه. این کنار دست این زیر فرمون هم راستی یه دونه اهرم هست که شما باهاش میتونید فرمون رو بالا پایین کنید. اما فرمون پایین ترین حالت ممکن گذاشتم، اگه اینو میتونم بدمش بالا. کنار صندلی خب یه سری دکمه هست که من الان دارم با دست میتونم تنظیماتش رو انجام بدم. 2 تا حافظه داره که میتونید برای 2 نفر تنظیم بکنید. کنارش خب تنظیمات خود صندلی هستش که جلو، عقب، پایین، بالا رو میتونید با این تنظیم بکنید و پشتی رو. و کنارش هم یه دایره هست، این برای ماساژور و پر کردن گودی کمر و تنظیمات صندلیه. در مورد دنده بهتون توضیح بدم. من الان گوشم رو حالت اسپورت. سردندش خب خیلی شبیه سردنده BMW است که دی و ان و آر داره. 2 تا دکمه سمت چپش هست که دکمه بالایی بعد اونو بگیرین تا بتونین دنده عقب بذارید و دکمه پایینی هم هر وقت که ماشین ایستاده اگر بزنید میره تو حالت پارک. سمت چپ بدین حالت اسپورتش فعال میشه، سمت راست بدین از حالت اسپورت در میاد. خب دکمه ترمز پارک برقی و اینا هم اینجاست. 4 تا شیشه ماشین خب طبیعتا برقیه. اینجا خب شیشه‌های جلو رو بالا پایین میکنه، شیشه‌های پشت رو بالا پایین میکنه. قفل کودکش اینجا هم که قفل ماشین در ماشین رو باز و بسته میکنه، قفل میکنه. این ماشین سیستم صوتیش اینفینیتیه که خب ما خودمون تستش کردیم، خیلی صدای خوبی داشت. خود کرمان موتور که روی این سیستم صوتیش خیلی داره مانور میکنه، ما هم تست کردیم. خب حق دارن روش کار بکنن چون واقعا کیفیت صدای خیلی خوبی داره. حالا به جای اینکه با این زیاد کنید شما این هم میتونید اینجوری بکنید زیاد کنید. اینجا هم یه دونه فضا هست که حالا روش به عنوان زیرساعدی استفاده میشه. درش که باز میکنید کولینگ باکس نیست، ولی خب یک فضایی هست که میتونید وسیلهاتون رو بذارید. عمقش خوبه ولی خب من انتظار داشتم یه ذره بزرگتر باشه. کنار دنده هم یه حالت جای کشویی هست که اگه اینو بکشین عقب، حالا داخل جای 2 تا لیوان هست، جای سویچ هست و میتونید یه سری از وسایلاتون رو اینجا بذارید. این پایین یه فضایی هست که یه نور آبی هم داره. حالا نور آبیش خوش رنگه که یه دونه خروجی 12 ولت هست و یه دونه هم ورودی فلش اونجا هستش. خروجی فلش یه دونه هم این پشت هست کنار دریچه هوای عقبه که اون هم تعبیه شده برای اینکه اگه کسی خواست از سرنشینه عقب استفاده بکنه. همیشه داشبوردها دستگیره داره باز میشه. این داشبوردش دکمه‌ایه و شکر خدا داشبوردش چراغ هم داره. خب راجع به این وسط بهتون بگم، خب این جای عینکیه که خب عینکتون رو میتونید بذارید. اینجا چراغا رو میتونید روشن خاموش بکنید. بعد با این دکمه میتونید کل چراغا رو روشن خاموش بکنید. 2 تا دکمه هم داره که سقف پانوراما رو باز و بسته میکنه. یکیش فقط شیدش رو تا آخر باز میکنه، یکیش هم که خب شیشه رو باز میکنه. یک موضوع دیگه این که این ماشین دکمه باز کردن درب باک بنزین نداره. شما گوشه سمت راستش اگر فشار بدین به شرط اینکه درب‌ها باز باشه، درب باک بنزین باز میشه. تکونای ماشین یه ذره زیاده ولی خب با توجه به اینکه ما یه کراسوور شهری سواریم طبیعیه. یه ذره صدای بیرون زیاد تو ماشین میاد که عایق بندی ماشین به نظر که میتونه بهتر از این هم باشه. این ماشین مجهزه به اینکه شما بدون کلید میتونید وارد خودرو بشید. مشکل اینجاست که
وقتی درب راننده رو میگیرید که دستگیرش رو میگیرید که در باز شه، همه درا باز میشه. قاعده‌اش اینه که تو اکثر ماشینا اگر 2 بار دستگیره رو بکشی همه درا باز میشه، با بار اول فقط راننده باز میشه. از نظر سایز خب این ماشین به نسبت سایزش خوبه. اگه بخوایم با سانتافه که زیاد تو کشورمون هست مقایسه بکنیم، تقریبا از همه جهات از سانتافه بزرگتره، هم توپلتره، هم ارتفاع بیشتری داره، هم عرض و طول بیشتری داره. آینه های ماشین کاملا بزرگه، شما خیلی هم احتیاجی ندارید واقعا برای اینکه بخواید پارک بکنید به دوربین 360. کامل با آینه های جانبی میتونید هم ماشین رو کنترل کنید، همین که پارک بکنید. صندلی ماشین چرمش با کیفیت، عقب هم خب فضای زیادی داره، کاملا یک فردی که قدش به نسبت بلنده میتونه راحت بشینه، اذیت نشه. فضای سرش خیلی زیاده. یه پیشنهادی میخوام بهتون بکنم. این روزها پادکست خیلی زیادی هست که میتونه کمک بکنه به شما که از وقتتون استفاده بهتری بکنید. به عنوان مثال ما یه پادکستی داریم به اسم رادیو دیو که در مورد کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، در مورد سابقه موسیقیشون میاد صحبت میکنه و متن موسیقی رو میگه، اصلا چرا این موسیقی انتخاب شده میگه. و یا یه پادکستی دیگه ای هست به اسم پادکست رخ. این پادکست در مورد تاریخ، نمیدونم، مثلا میاد تاریخ سرگذشت نادرشاه رو تعریف میکنه، سرگذشت صدام رو تعریف میکنه. خیلی خوبه که ما در وقته آزادمون، مخصوصا وقتی که داریم رانندگی میکنیم، تو ترافیکیم، توی تاکسی اینترنتیم یا توی اتوبوسیم، خب به جای اینکه موسیقی گوش کنیم، به جای اینکه وقتمون رو تلف بکنیم، پادکست هستن که اینطوری شما میتونید با گوش کردن بهشون تایم خودتون رو ازش استفاده بهتر بکنید. وقتی تموم شد میبینید که من یه چیز جدیدی یاد گرفتم. یکی از معروف ترین پادکست هایی که الان هست پادکست بی پلاسه. اون دوستانی که پادکست گوش میکنن قطعا گوش کردن. ما امروز وقتی میخواستیم بریم سر فیلم برداری، ساعت من 4 که راه افتادم، نزدیک 6 رسیدم به محل فیلم برداری بود. حالا تا الان هم طول کشیده، الان ساعت 4:37 است. ما دیگه یواش یواش داریم کار رو تمام میکنیم. اینجا وقتی راهنما میزنید ببینید سرعت هم که بالای 50 تاست، تصویر رو اینجوری بهمون نشون میده. از کنار ماشین اونجا هم 3 بعدیشو نشون میده. حالا من که سرعتم رو کم بکنم که بیاد پایین‌تر، شیوه نمایش این تغییر میکنه، میره تقریبا کنار چرخ نشون میده. ببینید اینجا الان تغییر کرد. این برای اینکه شما وقتی خواستین پارک بکنید خیلی راحت بتونید ببینید که لاستیکتون کجاست، چرختون کجاست و خب جای درستی پارک کردید و فاصله درست رو رعایت کردید. توی این فیلم ما تلاش کردیم حس رانندگی در شب رو به شما با خودروی KMC K7 منتقل کنیم. امیدوارم که توی این راه موفق بوده باشید. یادتون نره ما رو توی یوتیوب و آپارات فالو بکنید. خوشحال میشیم که از نظراتتون هم بهره مند بشیم.